امروز از بسیاری مادران خواهران شکایت میکنند که همسرانمون به ما اهمیت نمیتیند. به شهرهای روسیه رفته زن دوم میگیرند یا اینکه در تاجیکستان. حاضر من به شما میرسونم که از کدام سبب اونها به شما قدر خش همخوابگی ندارند و برای چی زن دوم میگیرند. انشاءالله که بر شما میرسونم و حتما هر کسی که ما را تماشا میکند میتونین همین نوارا در خاندان خودتون بگذارین تا اینکه مادران و همسران همه تماشا کنند و انشاءالله که از این سخنهای ما ذره هم که باشه برایشون فایده رسد و برای شما هم خوب است انشاءالله. عیبم که شود باید که من این سخنها را بهر خواهران و مادران برسونم تا اینکه یک توصیه هست که از همین کار باید که زنها اجرا کنند. و بسیاری مادران وقتی به یک توی و محرکه روان میشوند خود را چگونه زیبا میکنند، خوشبوی ها میزنند. در نزد شوهر این گونه نیستند. اگر همون خوشرویی که تو به توی میروی همه در نزد شوهرت کن، من باوری دارم که او شوهر تو را از جانش دیده زیاد دوست میداره. و عیب در خود بسیار از مادران است که اهمیت بخشون نمیتیند. البته مردها میخواهند که زنهایشان پاک باشند، زیبا باشند، تنهایی خوب داشته باشند. اما وقتی که این گونه کارها میکنین البته که با او زن رفته او مرد رفته زن میگیرد یا اینکه همخوابگی بسیار با تو نمیخواهد. در تن خودتان اهمیت بدین. اگر نامسلمان ها را خداوند هدایت بکند، هرچند که اونها نامسلمان هستند رویشان ای اسلام ای چگونه پاک گشتنشان در تن و جسم خودشان چگونه اهمیت میتیند، خود را زیبا میکنند به نزد شوهرشان. بعد البته اون مردی که میبیند اون حالت ذوقمند میشوند و میخواهند که این گونه زن داشته باشند. پروردگار چنان مهربان است، زن را زیبا آفریده است. این زن یک نعمت بی‌بها است، یک نعمت بی‌پایان است برای مردها و خصوصا زنهای تاجیک چنان زیبا هستند. زنهای تاجیک زیبا هستند اگر در زیبایی خودشون اهمیت بدهند و پاک گردند و تازه اهمیت در جسمشون، باز یک مرتبه دیگر زیبا میشوند. خصوصا به همین زنها رساندنی هستند وقتی که حامله دار میشوید اهمیت در تن خودتان، در جسم خودتان. و یک نوار دیگر هم کرده گذاشته بودیم که برای زنهای حامله چه چیزها خوردن جایز است، چه چیزهاش ناجایز در شبکه هست. دست کنین هم در خاندانتون بگذارین تا اینکه زنهای خودتان هستند. شما میخواین زنهایتان همیشه در نزدتان زیبا و خوشبو باشند. البته این سخنها را به آنها برسونید، خودشون اهمیتی اند، زیبا کنند در نزد شوهرشون، خوشبوی ها زنند و سخنهای شیرین گپ زنند. و به مادرها یک چیز دیگر هم رساندنی هستم که بسیار شکایت ها میکنند که زنها ما در نزد ما دیگر مدحها رو تعریف میکنند و یا چه خوشرو میخونده است یا اینکه ارتیست ها رو. مادرای عزیز، در نزد شوهر تعریف از مرد دیگر نکن که او چقدر زیبا بوده است و چقدر سخن شیرین داشته است یا اینکه آواز خوب داشته است. گفته در نزد شوهراتان این سخنها را نکنید که مهر کم می شود. ما مردهای مسلمان ناموس داریم، اما نامسلمان ها زنهایشان اوریان نگردند، پروا ندارند. وقتی که ما مسلمان هستیم الحمدلله ما ناموس داریم، همین ناموس ما نمیگذاره این سخنها را. وقتی این سخنها را گفتن میگیری مهرتون از دل مرد کنده شدن میگیرد. تو میتونی در نزد شوهرت رو زیبا تعریف کن. تو زیبا هستی، خوشحال از آن هستم که خداوند تو رو به من داده است، من میندار هستم و خداوند تا آخر عمر در بر من باشه. چه خوشبخت هستیم. این سخنها را بهر مرد بزنید یا اینکه مردها بهر زنتون بزنید. خوشبختی در همین شیرین سخنی هست. تماشاها روین با همسر خودتان، چگونه که میبینین فیلم های مثل هندوستانی ها رو یا که ترک ها رو چگونه سیر گشت میکنن، بسیاری از آنها هوسمند میشوند که
کاش ما هم همین جایها تماشا رویم. برین زنهایتان رو هم خیلی جایهای زیبا تماشا برین. همونه که در نوارها تماشا میکنین میتونین خودتون با نوار بگیرین و مثلا عشق عاشقیتون تنها برای خودتون، نه برای دیگر کس. همیشه خوش معامله باشین با همسرای خود و با مادرها گفتنی هستم که باور کنین قدر شوهر چنان بلند است که اگر خدا گفت آدم از سجده کردن اجازت میشد، هر آینه امر میکردم که مادران همسران خود را، شوهرای خود را سجده کنند. ببینید قدر شوهر چقدر بلند است. حتی از قدر پدرتم، از قدر مادرتم یگان کس به قدر شوهر برآمده نمیتونه در نزد همسرش. بزرگای شما این شوهراتون هست. بسیاری از آنها رفته از عالم‌ها، از شهیدها، از بزرگان دعا میگیرین. قسم به ذات پاک همه دعا را از همسرت بکه زود اجابت میگردد و جنتی خواهی شد. باور بکنید طعام میکنی نزد یک بزرگوار میبری، همون طعام در نزد شوهرت بمان، این 1000 مرتبه ثوابش از اون در بالا هست. نگاه که تا کدام درجه قدر شوهر بلند کردگی است که میگه همین کرته شوهر تا پر از چرک زردا باشد، بوش و آبی هوای بخه، قسم به خدا هوا برای تو شفاه، همون برای تو شفاه. زنهایی که خواهش کعبه زیارت کردن دارین، پشتای شوهر تا مساج کن، سوم بکن، گویا که تو کعبه زیارت کردی. قدر شوهر انا همین گناه بلند است. در چهره شوهرت یک بار خنده بکن، بگو شوهر جان مثل تو مرد ندیدم، تو چنان زیبا، چنان خدا را شکر میکنم که تو را بر من داده است. این سخنهای شیرین نبگین، همون شوهرم شما را همون قدر زیاد دوست میدارد و همون قدر ثواب میگیرید. شما کاری کنید که شوهر خود از پیش خود دست بردارد و در حق شما دعا کند، گوید خدایا همین همسری مرا جنتی گردان. قسم به الله جنتی میشوی. اگر زنی که 5 وقت نماز خواند، روزه ماه شریف رمضان گیرد، کعبه زیارت کند، همون قدر خیر صدقه کند، شوهر از او راضی نباشد، او بوی از جنت نمیشنود. بوی از جنت حالا داخل شدنش اون است. زنی که میگه اگر 5 وقت نماز خواند، روزه بگیرد، از کارهای بد خش ایمین بدارد، قسم به الله اگر شوهر از او راضی باشد، 8 در جنت برای او گشاده است. از هر درش که میخواهد داخل شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی سیر جنت و دوزخ کرد، نگاه کرد که اکثر اهل دوزخ از زنها است. و پرسان شدند چرا اکثر اهل دوزخ از زنها است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زنها لعنت بسیار میگن. فرزندان خودشون پدر لعنت میگن و لعنتی میگن، دعای بد میکنن. از آن همین سبب اکثر اهل دوزخ از آنها هست. شوهرشون حرمت نمیکنند. حرمت شوهرت را کن، باور بکن از همه بزرگا را حرمت آن همین شوهرت قدر منزلتش بالا هست و ثوابش بالا هست. اگر من ساعتها وصف شوهر برای زنها کنم، این حال هم کم است، تمام نمی شود. جنت شما در نزدتون هست، دور نمیریم، جنت شما در نزدتون هست. میگه برای زنها جنت رفتن چنان آسان است، چنان آسان است، اما اکثر اهل دوزخ از آنها است. برای چی آسان است برای زنها جنت در آمدن؟ برای اون که جنت در پیشون هست. دوزخ تو جنت تو انا همین شوهرت هست، خواه جنت میری خواه دوزخ میری. انا همین شوهرت راضی کن تو جنتی میگردی. با همسر خودتون معامله خوب کنید. البته بسیاری از مردهایی هستند که به قدر زن نمیرسند. این سخنها نه تنها برای زنها است، برای مردها هم هست. بدونین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت از دنیای شما من 3 چیز را دوست می‌دارم، یکی از همینها زنها بود. خدای ما زنها را دوست می‌دارد. ما هم باید که زنها را دوست داریم، حرمت کنیم و در کارهایشان
کمک کنیم، چون که پیشوای ما رسول اکرم در کارهای حضرت عایشه مادرمون یا اینکه در دیگر زنهایش کمک میکرد، خانه میرفت، خمیر میکرد. ببینید در کدام کارها کمک میکرد. اگر امروز ما و شما زنهایمان رو در کارهایشون کمک کنیم، زن کلان نمیگه. ایروی بیسوادی انا همون مرد است، ایروی تنقید کردن انا همون مرد است. از اونه که او سخن اگر کسی که بگه بدونه که او سخن به رسول اکرم گفت. رسول الله هم همین کمک هم میکرد، چی زن کلان بود. این سخنهایی هست که از روی بیسوادی همون میگیم. البته زنهای خود را کمک کنید، زنهای خود را حرمت و عزت کنید. بله، بسیاری از مردها امروزها زن میگیرند، بعد از یک ماه زندگی دیگر زنش به من میگه زنم به من محقول نشد، از او جدا میشود. نزد خدا جواب میگی. خواهی که اگر او زن برای تو پسند آید، پیش از گرفتن 1000 بار فکر کن. چرا رسول الله اجازه داد روین زنها را ببینین، گشتی اونها را ببینین، آواز اونها را شنوین، تا اینکه بهانه نجویید دیگر در زندگی. حسن اونها را نگاه کنید. امروزها مردها زن را با 4 چیز میگیرن: برای خوشروگیش، برای منصبش، برای مال و ملکش و برای ایمانش. نیکی رسول الله گفت همون ایماندارش قبول که انا همون ای فیض برکت خانه ایت، انا همون تر خوشبخت میگردونه. بسیاری برای زیباگیش میگیرند و منصبش و مال و ملکش. پیش از گرفتن اول فکر کنین، روین ببینین، همدیگر محقول کنین، بعد او را بگیرین، تا اینکه او را نیمه راه نکنین. و البته این سخنها را در خاندان خودتان بگذارین، تا اینکه مادرای ما و شما هم به قدر شوهرشون رسن و شوهرهایشون هم به قدر همسرانشون برسن. باور کنین مادرای عزیز، بازم میگویم حرمت شوهرتون نکنین. دوست بدارین شوهرای خود را. در نزد شوهرها دیگر مردها را تعریف نکنین. او منصب داره، او پول داره، او زیبا هست. این سخنها را نگین. زندگی تو جنت انا همین شوهری که تو بینمود است، انا همین جنتی تو انا همین شوهر مزیب ندارد، بیزیب است، هرچی باشه نباشه جنتت هست. این دنیا آنقدر دنیایی نیست. امروز این که فردا ما از این دنیا میرویم، بدون که او دنیا ابدی هست، همیشه در اون دنیا میمونی. اگر بخواهی شوهرت در همین دنیا همون شوهر بیزیب و همون شوهر معیوب خطا هر حالت در که باشد حرمت عزت که در جنت این شوهر زیباترین مرد میگردد و تو زیباترین زن میگردی. وصف جنت رو اگر بهرتون بکنم، باور بکنین ساعت ها هم دوام میکند، اما در شبکه نشر کردگی میتونین که باز تماشا کنین و بفهمین. و بحر فرزندا در اینجا یک سخن گفتنی هستم که بهشت شما انا همین پدر و مادرتون هست. بهشت زیر قدوم مادران از گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. انا همین مادری که امروز ما و شما هیچ نمیدونیم شه، جنت ما و شما انا همین مادر است. مادران را حرمت کنین، دعای مادران را گیرین. باور کنین اگر مادر تا میگه پشتوره که 100 مرتبه حج بر بیار پیاده، یک شبه که بحر تو میخیزه تو را شیر میتیه، انا همون یک شبه به انجام رساندنی نیستی. انا هم قدر یک شبه انا همونه ما و شما بود کردگی نیستیم. همین سبب در خدمت پدر و مادر باشین، پدر و مادر را حرمت کنین، کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشه. میگه وقتی که صبح از خواب بیدار میشوی، پدر و مادر از تو راضی هست، دو در جنت میگه کشوده هست. اگر همون لحظه بمیری راه جنت میروی. و اگر بخیزی که یک تاش راضی باشد، پدر راضی باشد، مادر نه، یک در دوزخ یک در جنت کشوده هست. اگر خیزی که هر دوش ناراضی باشد، دو در دوزخ کشوده است، بمیری راه جهنم میروی. و همین سبب حرمت پدر و مادر هم کنید. این سخنهای هست که همچون به خاطر خدا بهرتون میرسونیم. میخواهیم که همیشه مردم مسلمان سربلند باشند، خوشبخت باشند، در زندگی یگام کمبوده نداشته باشند. وقتی که شما در زندگی هم خیلی مهر و محبت میکنین، فیض و برکت شما زیاد میشود، فیض و برکت خانه‌تون زیاد میشود.
همیشه با مهر و محبت باشین، عشق ورزی را با زنهای خودتون بکنین. هر جایهایی که میرین زنهایت رو ببرین با همراهی خودتون، تماشاها برین. یک کرته میخری البته را که باید به همسرت خرید، نخری روز قیامت جواب میگی. بله، این سخنهای من شاید که بعضی‌ها خطا فهمند. جایهای تماشاهایی که هر دو تنها باشین و در اونجا کسی نباشد، نه اون جایهایی که درون شهر رایون ها و جایهایی که بسیار آخه انسان هایی که وجود دارد، جایهای فحش و فاحشگی و نه، فقط جایهایی که تنها باشین، زیبا کهسارها، جایهای زیبا لوای بحر، هر جایی که باشد تنها باشین و همیشه با ستر و حجاب و لباسهای پوشاننده. او اوریان نخواهی در نزد شوهر در خانه بپوش، هیچی هم که نپوشی در نزد شوهرت باش. اول لباس هایی که به کوچه میبرای خود را بپوشان تا دیگر مردهایی که این روزها خداوند اونها را هدایت کند، زن دارن چشم بد دارن به یک زن دیگر، البته را بدانند که چشم یک مرد دیگر به زن همون هم خیلی بد است. این را فراموش نکنید، حرکت کنید زنها خود را بپوشانید تا نحسی همون مردها در شما نرسد. البته که یک شخص بینماز وقتی که نگاهت میکنه نحسی همون در تو میرسد. خب خیال میکنم که خیلی زیاد صحبت کردیم، موضوع زیاد میخوام از همتون. خداوند هر یکی ما و شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.